السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت برادرها و خواهرها، انشالله که همه تان جور و صحت و سلامت باشید. ما در شرح تفصیلی احکام تجوید قرار داریم. در ویدیو اول می خواهیم که بسم الله الرحمن الرحیم شرح تفصیلی کنیم احکامش. انشاءالله که همراه ما باشید و چینل خودتان همچنان سابسکرایب کنید و همچنان زنگوله را بزنید تا ویدیوهای بعدی و ویدیوهای تازه را که ما نشر میکنیم در خدمت شما عزیزان قرار بگیره. خب دوستان، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله. بسم الله در حرف سین صفت همس داریم. کوشش کنید که صفت همس را نیز متوجه باشید و نشوه که در ایجا صفت جهر بگیره بر خود. یعنی بسم الله اینطور نخوانید، بسم الله، بسم الله خوانده شوه. میلهی همزه ما دیجا همزه وصل است. البته در وقتی که ایره چی بخونین؟ بچسبانین. بچسبانین تسقط وصلا. دیجا چی میشه؟ همزه وصل ما ساقط میشه، خوانده نمیشه. دیجا اینجا در اشاره را خوب ببینین. خب در اشاره را خوب ببینین، متوجه باشین. و دیجا چی میشه؟ همزه ما همزه وصل خوانده میشه. اگر در صورتی که از اینجا ابتدا کنین بازی چی میشه؟ الله، الله این تو خوانده میشه. بسم الله، بسم الله. لا که میگیم لام ما در اینجا لام جلاله هست و این لام نیز لام مراققه هست و اینجا لا نمیشه. بسم الله، بسم الله خوانده میشه. هر، هر در اینجا باز هم همزه ما همزه چی است؟ همزه وصل است و اینجا ساقط میشه. در اینجا نیز متوجه باشید در اشاره هایی که در تصویر دیده میشه خوب متوجه باشید که همزه ما همزه وصل است و در حالت وصل همزه ساقط میشه و خوانده نمیشه. البته در حالتی که ابتدا کنین باز خوانده میشه. الرحمنی حرف را صفت چی داره؟ صفت تکریر داره و همچنان رای ما مفخم است. اینجا باید در اینجا بسم الله هر، بسم الله هر خوانده شوه. و همچنان در لامی که پیش از را وجود داره لام ما لام شمسی قرار داره و این را به نام ادغام شمسی نیز یاد میکنن. بسم الله هر این تو خوانده شوه. و همچنان را رحمه میشه، ر نمیشه، رحمه خوانده نمیشه و را اینجا مفخمه هست و پر خوانده میشه. خب بسم الله الرحمن. ما که میگیم در اینجا الف، الف خنجری است. خب و این الف به نام الف صغرا هم نیز یاد میکنن و این الف در حقیقت مطابقت از مد طبیعی میکنه و به اندازه 2 حرکت خوانده میشه. الرحمن، ما الرحمن این تو خوانده شوه. نیر باز در اینجا نیز همچنان حرف الف ما چی میشه؟ در اینجا ساقط میشه، در حالت وصل ساقط میشه و همزه وصل است. و همچنان لام در اینجا چی میشه؟ در اینجا لام ما ادغام شمسی و یا لام شمسی است اینجا که نیز متوجه باشید. را پر خوانده میشه، مفخم است. در اینجا اشاره ها نیز معلوم هست و براتون خوب معلوم و آشکار هست و همچنان اشاره شده که حرف را در اینجا پر خوانده میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. رحیم در رحیم در اینجا متوجه باشید رحیم در اینجا مد عارض للسکون هست. در حالتی که شما در یک سوره اگر انواع مد عارض للسکون دارین، اگر یک مد را 2 حرکت مد کردین تمام مدها را باید 2 حرکت مد کنین در همون سوره و یا در تلاوت را که شما میخوانین. اگر مثلا 10 تا مد عارض للسکون هست در اینجا اگر 2 حرکتی مد کردین کلشان 2 حرکتی مد کنین. اگر 4 حرکتی مد کردین کلشان 4 حرکتی مد کنین. اگر 6 حرکتی مد کردین کلشان 6 حرکتی مد کنین. 2 الی 4 الی 6 حرکت مد میشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.